اینها دارای مقام بودند. هر که بیشتر دروغ میگفت، هر که بیشتر نیرنگ میکرد، هر که بیشتر ریا میکرد، هر که بیشتر خیانت میکرد، هر که بیشتر وطن فروشی میکرد، هر که بیشتر آدم فروشی میکرد، اون مقام داشت، اون رتبه داشت، اون زندگی خوب داشت. فرزانگان و دانایان و خردمندان گوشه‌نشین شدند با زندگی بسیار سخت و عذاب آور. درود بر شما دوستان ارجمندم، در هر کجا این جهان پهناور بیننده فیلم های ما هستید و پیگیر داستان های ارزشمند شاهنامه عالی جناب فردوسی، عرض ارادت دارم و برابر شما فروتنی میکنم، دست فرد فرد شما رو میبوسم. رسیدیم به داستان ضحاک. همین که عرض کردم رسیدیم یعنی پیشینه ای داره. بله، 2 بخش قبلی رو حتما ببینید اگر ندیدید، یعنی از پادشاهی کیومرث، اولین پادشاه در شاهنامه که ما شروع کردیم تا انتها میخوایم بریم، منتها بسیار مختصر و مفید، اما به گونه ای که شما هر جا خواستید از شاهنامه حرف بزنید روال و سیر تاریخی و پادشاهی شاهنامه رو بدونید. اولین پادشاه کیومرث بود، بعد پسر سیامک میاد، سیامک کشته میشه به دست دیوان و پسر سیامک هوشنگ پادشاه میشه، بعد هوشنگ طهمورث و بعد جمشید و بعد ضحاک. ضحاکی که 5مین پادشاه ایران و نخستین پادشاه بیگانه، یعنی خودی نیست و متاسفانه پادشاه بیگانه است و از اعراب هست و از عرب هاست که حالا خدمتون عرض میکنم و سیاه‌ترین دوره ایران رو رقم میزنه. خب داستان ضحاک ابتدا بدانیم. اصلا ضحاک خب واژه‌ای است که به هر حال به شکل‌های گوناگون با ریخته‌های گوناگون در کتاب‌های گوناگون اومده، از جمله کتاب اوستا. حالا اژدهاک، دهاک، اژدها و نهایتاً ضحاک، همه اینها در مفهوم اژدهاست، ماری سهمگین و ترسناک. اما ضحاک در واقع یک شاهزاده بود در دشت نیزوران. دشت نیزوران که حالا عده‌ای گفتن شاید همون عربستان، ده سوریه و فلسطین و به هر حال سرزمین‌های عرب بوده، سمت بین النهرین و اون مناطق رو در بر می‌گرفته. پدری داشت به نام مرداس، مردی بسیار نیکوکار و عبادتگزار، مردی بسیار سالم و خوب. ضحاک در دوره جوانی که مقدار توهی مغزم بوده و سبکسر هم بوده و این حرفا، قدرت طلب بود، اهریمن یا شیطان به شکل فرد نیکوکاری بهش نزدیک میشه، میگه حیفه که تو باشی حکومت دست پدرت باشه، تو باید حکومت رو به دست بگیری. خلاصه اینقدر توی مخش میره به اصطلاح روزی که کاری میکنه که مرداس ابتدا با اینکه راضی نیست پدرش رو بکشه، اما نهایتاً راضی میشه که پدرش کشته بشه. میگه من حالا چه کار کنم، پدر رو چطور بکشم؟ که اهریمن راه نشون میده. در واقع باغی داره در نزدیکی های کاخ خودش آقای مرداس که هر روز میره عبادت. در اونجا اهریمن چاهی میکنه و روی چاه رو با برگ و شاخه و اینها میپوشونه. وقتی مرداس میخواد بره برای عبادت میفته تو چاه و میمیره. نهایتاً حکومت به ضحاک میرسه. شیطان یا اهریمن دوباره خودش رو به شکل یک جوانی بسیار بسیار زیبا و هنرمند در میاره و میره پیش ضحاک، میگه جناب ضحاک، من یک هنرمندیم و در آشپزی و خورشگری رو دست ندارم، اجازه بدید که برای شما من خورشگری بکنم، خالیگری بکنم، آشپزی بکنم. که ضحاکم میپذیره و شیطان میاد انواع اقسام خورش ها رو آماده میکنه که ضحاک حتی میخواد انگشتاش هم بخوره، اینقدر براش خوشمزه است. نهایتاً که میاد غذای خیلی خوبی ضحاک میخوره، به این اهریمن که به شکل جوانی است میگه چون خیلی لذت بردم یک آرزو کن، چیزی از من بخوا. اهریمنم که دنبال همین بود میگه من فقط این فرصت رو بده، این افتخار رو بده که بر شانه های تو بوسه بزنم، همین. و بر شانه های ضحاک بوسه میزنه و 2 مار از اونجا میروید.
دو مارجوانه میزنه. تا اینجا رو دارید داشته باشید. در همین زمانی که ضحاک یه قدرت هایی میگیره و اینها، در ایران جمشید که علی‌الظاهر در انتها منیت کرده بود و خودش رو خدا فرض کرده بود، که البته من در جای گفتم اصلا بحث خدایی نیست، جمشید تمام کارهای روی زمین رو انجام میده و برای مردم زندگی بسیار عالی فراهم میکنه. هر آنچه که روی زمین نیاز بود برای زندگی و مردم و آبادانی و کشاورزی و دامداری و کشتیرانی و همه اینا، همه رو تکمیل میکنه و بعد میگه من باید برم آسمان ها را بشناسم. در حقیقت جمشید یک سفر مریخی رو میخواد در اونجا داشته باشه و میخواد بره آسمان را بشناسه و به سمت آسمان میخواد پرواز بکنه برای شناختن آسمان، که متاسفانه منیت و غرور و کبر و خدا شدگی ایشون و خدا شدن ایشون حمل میکنند و مردم ازش رو برمیگردونن و دنبال یک پادشاه جدیدن. در همین زمان ضحاک میاد به سمت ایران و مردم هم پذیرا میشن. جناب آقای ضحاک تشریف بیارید، حکومت ما رو به دست بگیرید. اولین پادشاه غیر ایرانی و عرب وارد ایران میشه و مردم با آغوشی باز ضحاک رو میپذیرند. ضحاک حکومت رو شروع میکنه و بعد از 100 سال جمشید که متواری بود، جمشید رو پیدا میکنه و با اره 2 نیم میکنه، خیالش راحت میشه. از اینجا به بعد ضحاک دیگه پادشاهیش با ستم و ظلم و زورگویی و تغییر ارزش ها شروع میشه. ارزش ها میشه ضد ارزش، ضد ارزش ها میشه ارزش. منصب های بزرگ آدم های حقیر میگیرن و منصب های کوچیک رو میدن به آدم های بزرگ و فضل و علم و دانش و بزرگی و راستی کنار زده میشه و جای اونها رو دروغ و فریب و ستم و خیانت و نیرنگ میگیره. و خود عالی جناب فردوسی، چند بیت رو اول بخونم: چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. اما اینجا رو گوش کن: نهان گشت آیین فرزانگان، روش و آیین و مرام انسانهای دانا و خردمند پنهان شد. چرا؟ برای اینکه نادانها و جاهلها همه جا را به دست گرفتند. نهان گشت آیین فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. دیوانه ها و نادان ها همه جا را گرفتند. هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. هر هنر، راستی، درستی کنار زده شد و دروغ و فریب و نیرنگ و ریا جای اونها رو گرفت. اینها دارای مقام بودند. هر که بیشتر دروغ میگفت، هر که بیشتر نیرنگ میکرد، هر که بیشتر ریا میکرد، هر که بیشتر خیانت میکرد، هر که بیشتر وطن فروشی میکرد، هر که بیشتر آدم فروشی میکرد، اون مقام داشت، اون رتبه داشت، اون زندگی خوب داشت. فرزانگان و دانایان و خردمندان گوشه نشین شدند با زندگی بسیار سخت و عذاب آور و شده بر بدی دست دیوان دراز. دیوان، انسانهای بد، زورگو، قلدر، دستشون دراز شده برای بد کردن و انگار شده بودی که آیین هر کس بدی بکنه راحت میتونه بدی بکنه، راحت میتونه زور بگه، راحت میتونه ظلم بکنه، راحت میتونه دزدی بکنه، راحت میتونه بکشه و کسی کاری بهش نداره. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز به راز. اگه میخواستن از خوبی حرف بزنند باید در گوشی حرف میزدند که مبادا حکومت، عوامل حکومت اینها رو دستگیر بکنند و بکشند
و به زندان بندازند. بله. و اینجا بعد دیگه ضحاک پادشاهی رو به دست میگیره و جمشید 2 دختر، یا به عبارتی در بعضی جا اومده 2 خواهر به نام ارنواز و شهرناز داره که ضحاک دستور میده اون 2 پاکیزه رو بیارن به دربارش و با هر دو اینها ازدواج میکنه، میبره تو حرمسرای خودش و داستان همینجوری ادامه داره تا فریدون کم کم در داستان سرکلش پیدا میشه که این بخش رو میگذاریم برای پارت به اصطلاح یا همون بخش دوم این داستان. یعنی خود ضحاک رو در چند بخش، در چند اپیزود، در چند قسمت میتونیم بررسی بکنیم که تا اینجا این داستان کافیست. پس قسمت های قبلی رو گوش کنید و اگر از این داستان خوشتون میاد یا از این شیوه حرف زدن ما نظری پیشنهادی دارید بفرمایید و خواهشم اینه که لایک، ارسال و ساب رو فراموش نکنید و جزو خانواده بنده بشید. در ادامه داستان ها رو همینجوری پیش میبریم. شاهنامه رو، کلیت شاهنامه رو در اینجا میتونی شما یاد بگیری و بدانی، هرچند که خیلی از شما استادان بنده هستید. درود بر همه شما تا ویدیوی بعدی. در پناه خدا.